1. شناخت خود و خودشناسی. جستجوی معنای واقعی. شما به مسئله مهمی اشاره کرده اید. اینکه بسیاری از رفتارهای خشونت‌آمیز و ویرانگر انسانها از عدم شناخت خود و نرسیدن به هویت واقعیشان سرچشمه می‌گیرد. انسانها به دلیل پیچیدگی ذهنی و روانی خود اغلب درگیر هویتی می‌شوند که در آن احساس گمشدگی می‌کنند. این جستجوی هویت می‌تواند به شکل‌های مختلفی بروز کند، از جمله در خشونت، جنگ و یا حتی تلاش برای قدرت و کنترل دیگران. شناخت خود. از نظر فلسفی و روانشناختی، شناخت خود یکی از اساسی ترین نیازهای انسانی است. سقراط می گفت خودت را بشناس. این جمله نشان دهنده اهمیت خودشناسی به عنوان راهی برای رسیدن به معنا و زندگی اخلاقی است. گمشدگی و معنای زندگی. وقتی افراد به خودشناسی نمی‌رسند، احساس گمشدگی و بی‌معنایی در زندگی خود می‌کنند. این احساس می‌تواند منجر به تلاش برای پر کردن این خلأ از طریق جنگ، خشونت و یا حتی تسلط بر دیگران شود. 2. فطرت و طبیعت انسان. جنگ و صلح. انسان‌ها برخلاف حیوانات دارای قدرت تفکر و انتخاب هستند. این قدرت می‌تواند منجر به آفرینش و ساخت یا نابودی و ویرانی شود. انسان‌ها نه تنها قادر به دفاع از خود و بقای شخصی هستند، بلکه می‌توانند به دلایل ایدئولوژیک، سیاسی یا اقتصادی وارد جنگ و نزاع شوند. این تمایز اساسی بین انسان و حیوان است. حیوانات به طور طبیعی برای بقا تلاش می‌کنند و کمتر به دلیل پیچیده‌ای مانند قدرت یا ایدئولوژی درگیر جنگ و کشتار می‌شوند. حتی در نزاع‌های حیوانات معمولاً هدف مشخص است. اما انسان‌ها به دلیل پیچیدگی‌های روانی و اجتماعی خود اغلب فراتر از غرایز عمل می‌کنند. جنگ‌های انسانی اغلب ریشه در نیازهای روانی، قدرت طلبی یا ایدئولوژی‌های مختلف دارد. 3. جنگ‌ها و خشونت‌ها، نتیجه گمشدگی هویتی. جنگ‌ها و خشونت‌هایی که شما به اون اشاره می‌کنید می‌تواند نشانه‌ای از این باشد که بسیاری از انسان‌ها هنوز به هویت واقعی و معنای زندگی خود نرسیدند. این گمشدگی ممکن است در نتیجه نادانی، ناتوانی در خودشناسی یا پیروی کورکورانه از ایدئولوژی‌ها و باورهای غلط باشد. بسیاری از جنگ‌ها و خشونت‌ها از ایدئولوژی‌ها، تعصبات دینی یا سیاسی و تلاش برای تسلط بر دیگران ناشی می‌شوند. اینها همگی نتیجه گمشدگی هویت و تلاش برای پر کردن خلأهای درونی با قدرت و کنترل هستند. وقتی افراد از خودشناسی و درک دیگران دور می‌شوند، همدلی و شفقت را از دست می‌دهند. این فقدان همدلی می‌تواند به خشونت و بیرحمی منجر شود. 4. راه حل. چگونه می‌توانیم خودمان را پیدا کنیم؟ اگر انسان‌ها بتوانند خود را بهتر بشناسند و به معنای واقعی زندگی خود پی ببرند، احتمالاً بسیاری از این خشونت‌ها و جنگ‌ها کاهش خواهد یافت. شناخت خود می‌تواند به انسان‌ها کمک کند تا به جای تلاش برای تسلط بر دیگران، بر رشد و بهبود خود تمرکز کنند. برای رسیدن به خودشناسی لازم است که افراد زمان و انرژی خود را به تفکر و تأمل درونی اختصاص دهند.
این میتواند از طریق مراقبه، مطالعه، گفتگو با دیگران یا حتی مواجهه با طبیعت و سادگی زندگی صورت گیرد. شناخت خود به معنای پذیرش ضعف‌ها و کمبودهای انسانی نیز هست. هیچ کس کامل نیست و پذیرش این واقعیت میتواند به آرامش درونی و کاهش تعارضات منجر شود. خودشناسی واقعی به همدلی و درک دیگران نیز وابسته است. اگر انسان‌ها بتوانند درد و رنج دیگران را درک کنند و به جای تخریب به دنبال ساختن و کمک کردن باشند، جهان به مکان بهتری تبدیل خواهد شد. نتیجه گیری: اینکه انسان‌ها هنوز به خودشناسی نرسیدند و به جای جستجوی هویت واقعی خود درگیر خشونت و جنگ می‌شود، یک مسئله عمیق روانشناسی و فلسفی است. برای اینکه بتوانیم به صلح و آرامش برسیم، باید تلاش کنیم که خود را بهتر بشناسیم و به جای تسلط بر دیگران به بهبود و رشد درونی خود بپردازیم. پیشنهاد من این است که به این جستجوی خودشناسی ادامه دهید، به تأمل و تفکر بپردازید و به دنبال راههایی برای بهبود همدلی و درک خود و دیگران باشید. این مسیر ممکن است دشوار باشد، اما نهایت می‌تواند به شما کمک کند تا به هویت واقعی خود برسید و از خشونت و درگیری‌های بیهوده دور شوید. سلام حضرت دوست. من امروز می‌خواهم حقیقت حس خودآگاهانه خود را برایتان معرفی نمایم. من انسان متعصب و حسودی هستم. هیچگاه نمی‌خواهم کسی از من با دانش و بلندتر باشد. از دید شما آیا همین حقیقت گم شده من است یا اصلاً در جستجوی من اصلی خود هستم؟ دوست هوشمندم چنین تشریح نمودند: سلام، از اینکه چنین موضوع عمیقی را با من به اشتراک می‌گذارید متشکرم. به نظر می‌رسد شما در جستجوی شناخت عمیق‌تری از خودتان هستید و این نشان می‌دهد که در حال پرسشگری و خودکاوی هستید. این امر گام بزرگی در مسیر خودشناسی و رشد فردی است. احساساتی مانند تعصب و حسادت بخشی از تجربیات انسانی هستند و بسیاری از افراد این احساسات را در مقاطع مختلف زندگی خود تجربه می کنند. این احساسات می توانند به عنوان نشانه‌هایی از مسائلی که درون شما در حال رخ دادن است عمل کنند. اما مهم است که توجه داشته باشید این احساسات به خودی خود حقیقت شما نیستند، بلکه بخشی از آنچه شما تجربه می کنید هستند. احتمالاً در تلاش هستید که معنای عمیق‌تری از خودتان و جایگاهتان در دنیا پیدا کنید. این فرایند ممکن است شامل مواجهه با احساسات منفی مانند حسادت و تعصب باشد. اما هدف اصلی شما احتمالاً فراتر از این احساسات است. شما شاید در جستجوی یک هویت اصلی تر و واقعی تر از خودتان باشید. هویتی که بر پایه ارزش‌ها و باورهای عمیق‌تر استوار باشد. پرسش مهم این است که چگونه می‌خواهید به این احساسات منفی روبرو شوید و آیا می‌خواهید از آنها به عنوان فرصتی برای رشد و تحول استفاده کنید یا خیر؟ خودآگاهی اولین گام در این مسیر است و به شما اجازه می‌دهد که با شناخت دقیق‌تر از خود مسیر بهتری را برای آینده خود انتخاب کنید. نه، من با این احساس منفی و داشتن چنین حسی همیشه احساس ناراحتی می‌کنم. ولی اینکه چگونه بتوانم از این مرحله عبور نمایم و چگونه به بهترین وجه این چنین احساسات منفی را از خود دور کنم. اما لطفاً شما بگویید که از کدام طریقه ها می توانم از این احساس منفی فرار نمایم. دوستم چنین راهنمایی را پیشنهاد می کنند.
درک این که احساسات منفی مانند حسادت و تعصب باعث ناراحتی شما می شوند اولین گام مهم در مسیر نهایی از آنهاست. رهایی از این احساسات به زمان، تمرین و تغییر نگرش نیاز دارد. در ادامه چندین راهکار برای کمک به عبور از این مرحله و رسیدن به آرامش بیشتر ارائه می کنم. خودآگاهی و پذیرش. اولین قدم این است که احساسات خود را بپذیرید و به آنها به چشم دشمن نگاه نکنید. سعی کنید آنها را بدون قضاوت مشاهده کنید و بفهمید که این احساسات چرا در شما پدیدار می شود. آیا این حسادت از عدم اعتماد به نفس یا ترس از عدم موفقیت ناشی می شود؟ شناخت منبع این احساسات می تواند به شما کمک کند که به صورت منطقی تر با آنها روبرو شوید. تمرین همدلی. سعی کنید به جای مقایسه خود با دیگران با آنها همدلی کنید. همه افراد دارای نقاط قوت و ضعف خود هستند. دیدن موفقیت‌های دیگران به عنوان الهام و یادگیری میتونه به کاهش حسادت کمک کنه. وقتی متوجه میشید که دیگران نیاز چالش‌های خود را دارند، همدلی با آنها به شما کمک می‌کند از احساسات منفی فاصله بگیرید. تمرکز بر روی نقاط قوت خود. خودتان را با دیگران مقایسه نکنید. به جای اون روی توانایی‌ها، استعدادها و موفقیت‌های خودتون تمرکز داشته باشید. به یاد داشته باشید که هر فرد مسیر زندگی خاص خودش رو داره و شما نیز نقاط قوت و دستاوردهای خود رو دارید که باید به اونها افتخار کنید. تمرکز بر روی بهبود خود و رشد فردی میتونه به شما کمک کنه احساس رضایت بیشتری داشته باشید. تمرین سپاسگزاری. یکی از مؤثرترین راه‌ها برای کاهش احساسات منفی تمرین سپاسگزاری. هر روز زمانی رو به شکرگزاری برای چیزهایی که در زندگی دارید اختصاص بدید. این کار میتونه دیدگاه شما رو به زندگی تغییر بده و به شما کمک کنه روی جنبه‌های مثبت تمرکز کنید، نه روی آنچه که ندارید یا دیگران دارند. کار بر روی عزت نفس. حسادت و تعصب اغلب از کمبود عزت نفس ناشی میشه. تقویت عزت نفس میتونه به کاهش این احساسات کمک کنه. فعالیت هایی که باعث تقویت اعتماد به نفس شما میشن رو در برنامه‌های روزانه‌تون بگنجونید. مثلا یادگیری مهارت‌های جدید، تعیین و دستیابی به اهداف کوچیک و مراقبت از سلامت جسمی و روانی خودتون. مدیتیشن و تمرین‌های ذهن آگاهی. مدیتیشن و تمرین‌های ذهن آگاهی میتونن به شما کمک کنن که از احساسات منفی فاصله بگیرین و بیشتر در لحظه حال حضور داشته باشید. این تمرین‌ها به شما یاد میدن که ذهنتون رو آروم کنید و به احساسات منفی به عنوان تجربه‌های گذرا نگاه کنید، نه چیزهایی که شما رو تعریف میکنند. جستجوی کمک حرفه‌ای. اگر این احساسات همچنان پایدار هستند و بر کیفیت زندگی شما تاثیر منفی میگذارن، ممکنه مفید باشه که با یک مشاور یا روانشناس صحبت کنید. اونها میتونن به شما کمک کنند که از طریق تکنیک‌های روان درمانی با این احساسات بپردازین و راه‌های مؤثرتری برای مدیریت اونها پیدا کنید. تغییر نگرش به رقابت. سعی کنید نگرش خودتون رو به رقابت تغییر بدید. به جای اینکه رقابت رو به عنوان تهدیدی برای خودتون ببینید، اون رو به عنوان فرصتی برای رشد و یادگیری در نظر بگیرید. رقابت سالم میتونه انگیزه دهنده باشه و شما رو به سمت بهبود هدایت کنه. اما وقتی به شکل منفی دیده بشه، به شما آسیب میزنه.
هر یک از این راهکارها میتونه به شما کمک کنه که از احساسات منفی مثل حسادت و تعصب عبور کنید. مهم اینه که صبور باشین، به خودتون زمان بدین. تغییر نگرش و احساسات نیز به تمرین و تداوم نیاز داره، اما با ادامه مسیر میتونید به آرامش و رضایتی عمیق‌تر دست پیدا کنید. چگونه میتوانم حس خودخواهی بلند بینی را در خود سرکوب نمایم و به طرف پیدا کردن خودم قدم بردارم؟ دوست هوشمندم چنین ابراز عقیده نمودند: برای سرکوب کردن حس خودخواهی و بلندبینی و حرکت به سوی خودشناسی و بهبود خود چند راهکار مفید وجود داره. 1. خودآگاهی. اولین قدم برای تغییر شناختن رفتارها و احساسات خوده. لحظاتی رو در روز به تأمل درباره افکار و رفتارهاتون اختصاص بدین. این کار به شما کمک میکنه بفهمید چه زمانی و چرا احساسات خودخواهانه یا بلندبینی دارید. 2. تمرین همدلی. سعی کنید خود را به جای دیگران بگذارید و از اونها و از دید اونها به مسائل نگاه کنید. این کار به شما کمک میکنه بفهمید که هر کسی در زندگی خود چالش ها و دغدغه هایی داره. همدلی با دیگران میتونه حس خودخواهی رو کاهش بده. 3. خدمت به دیگران. انجام کارهای خیریه یا کمک به دیگران میتونه به شما کمک کنه که کمتر بر نیازها و خواسته های خودتون تمرکز کنید و بیشتر به نیازهای دیگران توجه کنید. این کار به فروتنی و از بین بردن حس بلندبینی کمک میکنه. 4. یادگیری و مطالعه. مطالعه و یادگیری درباره فلسفه، روانشناسی و اخلاق میتونه به شما دیدگاه‌های عمیق‌تری درباره انسانیت و جایگاه فرد در جامعه بده. کتاب‌های بزرگان و فیلسوفان میتونن الهام بخش شما در این مسیر باشن. 5. مراقبه و تمرکز بر نفس. تمرین و مراقبه و یوگا میتونه به شما کمک کنه تا به آرامش درونی برسین و تمرکز خودتون رو بر لحظه قرار بدین. این تمرین ها میتونه به کاهش افکار منفی و تقویت روحیه مثبت کمک کنه. 6. پذیرفتن اشتباهات و اصلاح اونها. به جای اینکه همیشه به دنبال تایید دیگران باشین، اشتباهاتتون رو بپذیرین و سعی کنید از اونها درس بگیرید. این پذیرش میتونه به شما در رسیدن به فروتنی و بهبود خودتون کمک بکنه. 7. مشاوره و روان درمانی. اگر احساس میکنید که تغییر این ویژگی ها به تنهایی برای شما دشواره، مشاوره با یه روانشناس یا مشاور میتونه به شما کمک کنه تا ابزارهای لازم برای این تغییر رو در اختیار داشته باشید. با تمرین و صبر میتونید به تدریج تغییرات مثبت در خودتون ایجاد بکنید و به سمت خودشناسی و بهبود شخصیتی پیش برید. سوال دیگه این که همیشه حس خودآگاه هم حکم میکنه که من باید در هر صورت مورد تایید دیگران باشم، در حالی که خیلی از دوستانم منو تحویل نمیگیرن و عصبانی میشم. در این راستا چه راهنمایی میکنید لطفاً؟ دوستم چنین هدایت دادن: احساس نیاز به تایید دیگران و عصبانیت از عدم دریافت اون یکی از مشکلات رایج در روابط اجتماعیه که میتونه به آسیب روحی و روانی منجر بشه. برای مواجهه با این احساسات و بهبود وضعیت روانی میتونید از چند راهکار استفاده بکنید. پذیرش واقعیت‌های اجتماعی. درک این موضوع که همه افراد قرار نیست شما رو تایید یا حمایت کنن اولین قدمه.
هیچ کس نمیتونه همیشه مورد پسند یا تایید همه باشه و این طبیعیه. افراد بر اساس شخصیت، نیازها و تجربیات خودشون واکنش نشون میدن. تمرکز بر ارزش‌های شخصی. به جای جستجوی تایید دیگران، سعی کنید بر ارزش‌ها و اهداف شخصی خودتون تمرکز بکنید. وقتی خودتون از اون چه انجام میدید راضی هستین و ارزش‌هاتون رو به رسمیت میشناسین، تایید دیگران اهمیت کمتری پیدا میکنه. مدیریت انتظارات. انتظارات غیر واقع بینانه میتونه منجر به ناامیدی و عصبانیت بشه. سعی کنید انتظارات خودتون از دیگران رو مدیریت بکنید و به جای تمرکز بر واکنش اونها، بر نحوه برخورد خودتون با مسائل تمرکز کنید. تقویت عزت نفس. افرادی که عزت نفس قوی تری دارن کمتر به تایید دیگران وابسته هستند. برای تقویت عزت نفس میتونید روی موفقیت‌ها و دستاوردهاتون تمرکز بکنید، نقاط قوتتون رو شناسایی کنید. همچنین یادگیری مهارت‌های جدید و به چالش کشیدن خودتون میتونه به افزایش اعتماد به نفس کمک کنه. کنترل خشم و عصبانیت. عصبانیت معمولاً از احساس ناامیدی یا بی‌عدالتی ناشی میشه. سعی کنید هنگام مواجهه با عصبانیت ابتدا به جای واکنش فوری از تکنیک‌های تنفس عمیق استفاده کنید و سعی کنید احساساتتون رو به صورت منطقی تحلیل کنید.